در قلب شهر لایپزیگ بنای عظیم و باشکوه سر بر آسمان افراشته است. بنای یادبود نبرد ملت‌ها، شاهدی سنگی بر یکی از سرنوشت‌سازترین نبردهای تاریخ اروپا. در پاییز سال 1813 میلادی، دشت‌های اطراف لایپزیگ صحنه بزرگترین نبرد قرن 19 شدند. نبردی که به نبرد ملت‌ها شهرت یافت، زیرا ارتش‌هایی از سراسر اروپا در آن حضور داشتند. در یک سو ناپلئون بناپارت، فرمانروای قدرتمند فرانسه، و در سوی دیگر اتحاد نیروهای پروس، اتریش، روسیه و سوئد. بیش از 600,000 سرباز در این نبرد شرکت کردند، رقمی بی سابقه در آن دوران. 4 روز نبرد بی امان از 16 تا 19 اکتبر زمین را با خون هزاران انسان رنگین کرد. سرانجام شکست ناپلئون در لایپزیگ نقطه عطفی شد که آغاز سقوط امپراتوری او را رقم زد. یک قرن بعد، در سال 1913 برای گرامی داشت 100مین سالگرد این پیروزی، این بنای عظیم ساخته شد. بنایی با ارتفاع 91 متر که نه تنها یادآور پیروزی نظامی، بلکه نمادی از اتحاد ملت‌ها و بهای سنگین جنگ است. درون بنا مجسمه‌های غول‌پیکر سنگی دیده می‌شوند. نگهبانانی خاموش که مفاهیمی چون شجاعت، ایمان، فداکاری و قدرت را نمایندگی می‌کنند. در بالاترین نقطه سکویی قرار دارد که چشماندازی گسترده از لایپزیگ و میدان نبرد تاریخی را پیش چشم می‌گذارد. گویی تاریخ هنوز در این دشت‌ها نفس می‌کشد. در زیر بنا تالار یادبود با فضای آرام و تأمل برانگیز قرار دارد. جایی برای سکوت، اندیشه و یادآوری جانهایی که در راه قدرت، آزادی و سرنوشت ملت‌ها از دست رفتند. امروز بنای یادبود نبرد ملت‌ها تنها یک اثر معماری نیست، بلکه پیامی است از دل تاریخ. یادآور این حقیقت که جنگ هرچند سرنوشت‌ها را تغییر می‌دهد، اما همواره بهایی سنگین از انسانیت می‌طلبد. لایپزیگ با این بنای سترگ داستانی را روایت می‌کند که هنوز پس از قرن‌ها ارزش شنیدن دارد.